خب داشتم میگفتم بچه‌ها، من حالا مامان مرتب نیست، من اینو بدون هیچ اسپانسری رفتم تهیه کردم که فقط برای شما امتحانش بکنم و اینکه سلام بچه‌ها، به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدید. خب ما خیلی دیدیم که این بابلیس شکلم ترند شده بود، برای همین منم سفارشش دادم و الان قراره که امتحان کنیم. خب من خیلی از جاهایی رو که دیدم که تبلیغش رو میکنن و این چیزا، به خاطر این بود که پیج تگ میکردن و حالا شاید این مبلغ رو دریافت میکردن که بخوان تبلیغات بذارن و اون محصول رو امتحان میکردن، ازش تعریف میکردن که وای عالی بود و فلان و بیسان و بهمان. ولی من بدون اینکه پیج خاصی رو تگ بکنم از خود برنامه شیم سفارش دادم و الان قراره که امتحانش بکنم و اگه واقعا خوب بود بهتون میگم که خوبه و اگه که بد بودم میگم که بده. خب اینو برمیاریم. از بودنش مطمئنم بخاطر اینکه اینجا فیک برای ما نمیفرستن. این از سبا که زیاد سنگین نیست. اینجا درجه بندی داره، اینجا آف آن بشه و به سمت راست به چرخ موها رو فر بکنه و یا به سمت چپ. اوکی اینم که سریشه، اینو جدا میکنیم. من با اینکه سرما خوردم ولی انقدری که ذوق داشتم که اینو به شماها نشون بدم گفتم بذار حاجی ویدیومو بگیرم. و چیزی هم که هست بچه‌ها، شما فکر میکنم تا 3 روز یا 4 روز وقت دارید محصولی که نارضایتی دارید ازشو، اینجا هم بچه چیز شکلم هک شده، محصولی که نارضایتی ازشو بعضی از محصولا رو میتونید ریتن یعنی برگشت بزنید از برنامه وقتی خرید میکنید. برنامه شیر رو میدونم که حالا اینجوریه. خب من اینو گذاشتم تو برق و روشنش کنم. چی بفهم روشن شده؟ بذاری فشار بدم نگه دارم. اوکی. خب اینو اول فشار بدی نگه داری، بعد یه دونه چیز میاد اینجا، نور میاد که روی درجه چیزش هست 340. چی درجهش؟ این دکمه برای چرخششه و الان چرخش رو به این وره، اینو اینجوری که میذاری اون ور میشه، اینجوری هم که چپ و راستیشه. اوکی من اگه بخوام با خود دکمه خاموش روشنش میتونی درجه ها رو تغییر بدی. من روی درجه 170 میذارم که کمتر میشه. بچه یه چی بگم، اوکی اینجاها داغ میشه ولی اینجاها اصلا دست و صورت رو نمیسوزونه. خب بچه من الان چیکار میکنم؟ الان دقیقا بلد نیستم باش کنم. یه دسته از موهامو بر میدارم، نه زیاد نازک باشه نه زیاد زخیم باشه. اینو بر میدارم و نمیدونم چجوری باید بذارمش. اینجا باید بذارمش. خب دکمه چرخش کجا بود؟ چرا نمیچرخه تو موهام؟ کجا باید بذارم موهامو؟ اصلا هیچ از این سر در نمیارم. چی رو بوق میکنیم؟ اوکی اینو هم تو فکرم باید نگه دارم تا بوق بزنه. چیکارش کنم؟ آها صدا خوش در اومد. اصلا باورم نمیشه چقدر. بذار دوباره امتحان کنم چقدر که این قشنگه. بچه ها فقط شما یادتون باشه اسپری قبل از چیز من رو کمترین درجه گذاشتم. خب الان تیکه بزرگتر ور میدارم ببینم دستم اومده قلقش. خب بزرگتر برداشتم. بچه ها اینجا یه صورت خطی داره، ببین این ور خط نداره فقط این ور خط داره. فکر کنم بعد رو این قسمت که خط داره بذارین و بعد روی چیکار کردم من؟ چرا بی سر خودم بردم؟ اوکی اینم از واقعا که بچه ها این عالی بود. خب واقعا یعنی فکر میکنم یه ذره باید ولی حوصله داشته باشید حداقل. و خیلی هم سریع بچه ها اینجا خب خیلی هزینه داره که بخوایم برید آرایشگاه. فقط اینم چون انقدر نامرتب میشه من وقتی میزنم نامرتب میشه. بوق بزن چیزی مورد دادم داخل. من فکر کنم نازک‌تر بردارم خیلی بهتره. بذار اینو برداریم. بچه ایست بدون بگم کلا خوبه و آسونه ولی یه مشکلی که داره موهای منو با خودش میبره. شاید من بلد نیستم مرتب باش کار کنم. اگه بوق بزن نه باجی خوبه. فقط این چرا این شکلیه؟ من اینو بیرون کردم. بذار ایوری بزنم حاجی باشه.
خب من زیاد اینو تا آخر نمیبرم که خراب نکنم. خب چرا نگرفت اشتباه. بچه من فکر کنم زیاد وارد نیستم به این دیگه، زیاد تا در نمیبرمش. باشه نشد دیگه. دوباره همون آشو همون کاسه. من گذاشتم زیاد بچرخ که خوب ببردش داخل. خب پس باید بذارید قشنگ بچرخه که تمام مو بره داخل. دوستش دارم. برای من حرف برای گفتن نمیمونه بچه ها و عالیه. خب من بدون هیچ اسپانسری، بدون هیچ چیزی اینو رفتم امتحان کردم، تهیه‌اش کردم. خب داشتم میگفتم بچه ها، من حالا مامان مرتب نیست، من اینو بدون هیچ اسپانسری رفتم تهیه کردم که فقط برای شما امتحانش بکنم و اینکه چیز کارا یعنی به دردت میخوره، سریع ماهاتو مدل میده. فقط یه ذره باید باش یاد بگیری چجوری کار کنی و اینکه اگه پیشنهاد دیگه داری، چیزای دیگه دوست داری امتحان کنم و بهم بگید حتما که هم داره بوق میزنه که امتحان بکنیم. و اینکه آره یعنی اگه دیدید میتونید تهیه کنید و اگه دیدم که درخواست برای هستش خودم بفرستم براتون. و اینو من الان تو آف ماه رمضان گرفتم، خیلی قیمتش هم خوب بود و اینکه بله دیگه چیکار کردم ماما، فردا ببرم سر کار. خب بچه‌ها تا یه ولاگ دیگه، خدافظ.